سلام و درود، نگار خوشنیت هستم. طبق درخواست یکی از شما عزیزان، آرپژ اول آهنگ هم گناه سوگند رو میخوام بهتون آموزش بدم. خیلی کوتاهه، فقط لازمه که شما بتونید نیم باره یا همون سه تا سیم اول رو همزمان با هم بگیرید و صدای خوبی تولید کنید. برای شروع نیم باره فرت 6 یعنی سیم 1 2 3 با هم با انگشت یکمون باید گرفته شه و سه تا سیم صدای سالم و خوبی داشته باشن. با انگشت چهارممون فرت 9 سیم 1 رو میگیریم. سمت راست انگشتای A, M, I ضربه تیراندو یا همون آزاد میزنه، یعنی بعد از اینکه انگشت A ضربه زد به سیم 1 میره کف دست، نمیره تکیه کنه زیر سیم بالا. انگشت M برای سیم 2 و انگشت I سیم 3. شروع آهنگ این فرم رو که دست چپمون گرفت سمت راست میزنیم سیم 1 2 3 1 2 3. میزان دوم دوباره همینه 1 2 3 1. این جمله اول موزیکه. میزان سوم انگشت چهارمون رو میاریم فرت 8 سیم 1 و با انگشت 3 فرت 8 سیم 3 رو میگیریم و مجدد سمت راست میزنیم 1 2 3 1 2 3. میزان چهارم 1 2 3 1. پس میزان سوم و چهارممون که با هم دیگه میشه جمله دوم آهنگمون. میزان پنجم فقط نیم باره فرت 6 رو ما نیاز داریم که داشته باشیم. میزان 5 1 2 3 1 2. پس کوتاه بود میزان ششممون. جمله سوم آهنگ میشه بود 1 2 3 1 2. میزان ششم دوباره فرت 9 سیم 1 رو با انگشت 4 میگیریم از سمت راست 1 2 3 1 2. میزان 7 انگشت 4 فرت 8 سیم 1 انگشت 3 فرت 8 سیم سوم 1 2 3 1 2 3. میزان آخر 1 2 3 1. یک بار از اول این 8 میزان رو اجرا میکنم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نشه. اگه موزیکی رو دوست دارید بهتون آموزش بدم لطفاً برام کامنت بذارید. امیدوارم که موفق و پیروز باشید.